به اپیزود 4 پروتاک خوش اومدید. تو این اپیزود قراره به یکی از سوالای پرتکرار شما، یعنی تفاوت پروداکت منیجر و پروداکت اونر، جواب بدیم. خب طبیعتا میدونید که پروداکت منیجمنت یه طیف گسترده‌ای از کارهاییه که یه مدیر محصول باید انجام بده. از اون موقعی که در واقع میریم ما با استراتژی‌ها و اهداف سازمان آشنا میشیم، مشتری‌ها رو میشناسیم، دیسکاوری میکنیم، کاستمر ریسرچ میکنیم و بالاخره میفهمیم که نیازها چیه و بعد حالا راه حل ارائه میدیم تا اون موقعی که حالا این راه حل رو با تیم دیزاین کنیم و با تیم فنی گام به گام ببریم جلو تا مطمئن بشیم اون چیزی که تعریف کرده بودیم به همون شکل ساخته شده که بعدش حالا باید برسه به دست اون اند یوزرها یا اون مشتری‌ها. حالا اگه که سایز سازمان از یه حدی بزرگتر باشه، این مدیر محصول انقدر درگیر جلسات با استیک هولدرها و در واقع دیتاهای کاستمرها، کاستمر ریسرچ ها، انجام جلسات مصاحبه و خیلی از این موارد میشه که دیگه خیلی براش سخت میشه که بتونه همزمان روز به روز، هفته به هفته با تیم فنی در واقع همراه باشه، بکلاگشون رو پرایورتایز کنه، مثلا بره با دقت ببینه چه باگایی وجود داره، چه تک دپتایی وجود داره. یعنی اینکه بخواد اینقدر تمرکز پخشی داشته باشه خیلی کار سختی میشه. به خاطر همین اینجا یه رولی به وجود میاد به اسم پروداکت اونر، کسیه که خیلی بیشتر این ساید تکنیکال رو میاد و ساپورت میکنه، مسئولیت بکلاگ و پرایورتایزیشن این بکلاگ و گام به گام پیش بردن در واقع اون اولویت هایی که برنامه‌ریزی شده توسط مدیر محصول رو به عهده میگیره تا مطمئن بشه که این کار به خوبی انجام میشه. پس تا اینجا متوجه شدیم که پروداکت اونر خیلی بیشتر با تیم فنی و پرایورتایزیشن بکلاگ درگیره و پروداکت منیجر با ساید کاستمر و بیزنس. پس طبیعتا پروداکت اونرها باید مقداری دانش فنی قوی‌تری نسبت به پروداکت منیجرها داشته باشن و پروداکت منیجرها به دید بیزنسی قوی‌تر و در واقع دانش در واقع ارتباط با مشتری‌ها و تحلیل داده قوی‌تری نیاز دارن. مرسی که تو این اپیزود با ما همراه بودین. تو اپیزودهای بعدی می‌بینیمتون. اوکی دیگه، اشکال نداره.